مکانهای مخفی شیپمنت که مطمئنم ازش خبر نداری. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش مطمئن باش که ساب کردی، لایک کردی و کامنت گذاشتی. مرسی. خب آقا اولیش اینجوریه که میان این کانتینر اینجا، حتما باید حواستون باشه که این دوتا پاتون لای این وسط کانتینر باشه. بعد به اون بالا، گوشه بالا، بعد از اون گوشه‌ای که ردش میکنین اونجا باید نگاه کنین به سمت راست، جویستیکتون رو بکشین و جامپ بزنین و صاف کنین و بپرین بالا و همین راحته. خیلی راحته، فقط باید یه چند بار تمرینش کنین تا استادش بشین و خیلی هم کاربردیه. و بریم سراغ بعدی. خب آقا دومی اینجوریه که این کانتینر وسط مپ که معمولا خیلی ازش میرن بالا، 2 تا لاستیک اینجا هست که خیلی اینو توجهش بهش نمیکنن و میتونیم بریم بالا این و جامپ بزنیم و خیلی راحت بریم بالای اون. و اگه وسط فایت باشین دیگه مطمئنم قرار نیستش که از اون جایی که همه میرن برین، چون اینجا خیلی راحت تره و خیلی کاربردی تر. خب آقا جای بعدی پشت این سطل آشغاله است که اینجا خیلی راحت میتونین خطگیرایی که اونجا الکی یه پیک میدن و میرن و راحت میتونین گیر بیارین و بزنین، به جای اینکه اونجا وایسین و الکی راحت بزننتون، راحت میتونین بیاین پشت این سطل آشغاله و بزنینشون. حتی میتونین اونجا جامپ شات هم بکنین، خیلی ایزی و راحت. اینجا هم که به احتمال زیاد خیلیاتون بلده، اینجا راحت میاین اینجا خطش رو میگیرین و میزنین، خیلی ایزی. و چیز پنجم اینجا که نگاه کنین، اینجا میان اینجا و اون کسایی که اونور هد گلیچ میگیرن و خیلی ایزی و راحت میتونین هدشون کنین. خیلی راحت هم هست و مثلا یه چیز خیلی ساده و خیلی به درد بخوریه، مثلا مخصوصا داخل دوئل گانا، چون اونجا یه کاور خیلی خوبی هم دارین و راحت میتونین بزنینشون. رسیدیم به مکان شیشم. اینجا خیلی جای با کلاسیه، میدونی، با اینکه میتونین از اون ور با اون دوتا بشکه بالا برین، خیلی راحت میتونین اینجا بپرین روی این و خیلی ایزی تر و راحت تر و سریع تر بریم بالا. فقط یه ذره قلق میخواد و من ترجیحم اینه که اگه وسط دوئلین هولین و اینا از همون لاستیک پوچی بود از اون بشکا برین و همین. خب آقا اینم بود از این ویدیو. مطمئنم مثل این ویدیو قرار نیست جایی پیدا کنیم و این نکات آموزشی و مکانهای مخفی شیپمنت رو بهتون نشون بدم و ممنون میشم برای حمایت از من. یه لایک کنین، یه کامنت بذارین، یه ساب هم اگه دوست داشتین بکنین، چون بازم از این ویدیو یه آموزشی حتما میذارم. و مرسی که تا آخر دیدین و فعلا خداحافظ. من از آینده اومدم، ویدیو بعدیش قرار خیلی خفن باشه، از دست نده. من باید برم، خداحافظ.